دادگاه جنایی ناحیه میرآباد شهر تاشکند روز 25 ایول با بررسی پرونده جنایی علیه بلاگنویس عبدالقادر مومنوف شروع کرد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان. بلاگنویس مؤلف شبکه یوتیوب کوزگو و راهبر شرکت آینگه قرنگ عبدالقادر مومنوف با ماده‌های زیرین عیبدار می‌شود. طبق بندهای ا و ب قسم 2 ماده 141.1 ویران کردن دخالت ناپذیری شخص که باعث عاقبت‌های وزنین گردیده با مقصدهای غرضناک صادر شده است. طبق بند ای قسم 3 ماده 165 طمع‌جویی به مقدار مخصوصاً کلان. طبق بند ب قسم 3 و بند ای قسم 4 ماده 168 قلابی از جانب جنایتکاری تکراری یا خوفناک به مقدار مخصوصاً کلان. طبق قسم 1 ماده 189 ویران کردن قاعده های تجارت یا رسانیدن خدمات های به اندازه مخصوصاً کلان. بر اساس ماده 211 علاوه بر ماده 28 شریکی در دادن پاره کودکس جنایی جمهوری ازبکستان. در پرونده مذکور جبردیدگان 14 نفر از جمله چند صاحب کار بوده حساراتی رسیده 903.4 میلیون سوم را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در گزارش yaxshisi buni shu iqtisodiy bir yo'l bilan yo'qotish kerak. مقامات اعلان کردند که دادگاه شفاف خواهد شد ولی در نهایت با بهانه خرد بودن اتاق کسی را به جز از خانواده عیبدار شونده به تالار دادگاه راه ندادند. روزنامه‌نگاران و فعالان شهروندی در حولی بینای دادگاه باقی ماندند. advokat bor, prokuror bor, xalq maslahatchilari bor. O'shalar bilan to'lib bo'lgan sud zali baraka topdi. قبلا روز 23 دکبر سال گذشته به بلاگنویس افرادی نقاب پوش نامعلوم حمله کرده او را لطوکوب کردند و به نقلیاتش ضرر جدی رسانیدند. در این باره او روز 29 دکبر در مصاحبه با خبرنگار خدمات ازبکی BBC اظهار نمود. حمله مذکور بلاگنویس به سخنرانی انتقادیش از پرزیدنت میرزیویف و دامادهایش ربط داد. انا Otabek Umarov kuyovini ukasi Oybek Umarovga aynan Mirziyoyev prezident bo'lganda ki qancha zavodlarda aksiyalari o'tib ketgan. نماینده جمعیتی روسوس لیبرس اسپانا ارسنی مکسیموف در صحبت با خبرنگاری واتاک قید کرد که تنها در 1 ماه سال 2023 در ازبکستان دست کم 20 بلاگنویس و روزنامه‌نگار بازداشت شدند. آنها را به طمع‌جویی و قلابی متهم کرده اجازه نمیدهند که از خدمت حمایتگر استفاده برند. Sud birontasini taqdim ham qilmadi, ishga ham qo'shmadi. Mana shunaqasiga ko'rona hukm chiqdi deb. قابل ذکر است که در وقت‌های اخیر در کشورهای آسیای مرکزی نظام‌های خودکامه بیشتر با ساخته‌کاری پرونده‌های جنایی علیه خبرنگاران و بلاگنویسان مخالف از روی ماده جنایی عمومی قلابی، رشوه‌دهی و غیره عمل می‌کنند. این برای از عامه پنهان کردن انگیزه سیاسی داشتن تعقیب‌های مذکور کرده می‌شود. مثلا در ماه ینور مقامات ازبکستان خورشید دلیف مدیر پورتال خبری هیومن اوز و مسلم میرزاجانوف سردبیر پورتال مذکور را با اتهام طمع‌جویی بازداشت کردند. O'zbekistonda bugun Human Uz sayti ijodiy jamoasi yoppasiga hibsga olindi. یادداشت میکنیم که قبلا در روسیه منتقد رحمان و حامی معروف عزت امان در روسیه بازداشت و به طور مخفی به تاجیکستان فرستاده شده بود که در نهایت ماموران انتظامی تاجیک او را به قلابی متهم کردند. در اول ماه ایول دادگاه شهر وحدت وکیل مدافع قبلا محکوم شده بزرگمهر یاروف را در قلابی در حجم مخصوصا کلان گناهکار دانسته به 10 سال علاوگی از آزادی محروم کرد. نابود ساختن جامعه شهروندی برطرف کردن تمام افرادی که قدرت به تنقید دارد. ناظران قید میکنند که پنجشنبه تجربه مذکور احتمال زیر تاثیر روسیه عملی میگردد. مقامات روسیه کیها با ساخته‌کاری پرونده های جنایی علیه مخالفین را از خود کردند. مثلا پرونده کیروولسی مشهور شده علیه سیاستمدار الکسی ناوالنی که آن وقت او را با عیب غارتگری متهم کرده بودند.